اصلا بهش دست نزن. مدرس و بیوتی تراپیست. شادی آزادی. چرا میگم به جوشاتون دست نزنید؟ بخاطر که وقتی جوش میزنید نشون میده که پوست شما داره با باکتری مولد آکنه دست و پنجه نرم میکنه. حالا مایع داخل این جوش چیه؟ چربی، پوست مرده و مهمترینشون گلبولهای سفیده. گلبولهای سفید دارن سعی میکنن که این جوش رو باکتری رو از بین ببرن و سریع جوش بهبود پیدا کنه. وقتی که شما جوش رو میتره کنید باعث میشید که این روند بهبود عقب بیفته و همچنین باعث تکثیر اون باکتری و در نهایت جوش بیشتر روی پوستتون میشید. به همین خاطره که میگیم دست به جوشتون نزنید. وقتی میزنید و یا میتره کنید نه تنها جوش بیشتر روی سطح پوستتون ایجاد میشه بلکه ممکنه جاش به صورت لک یا زخم هم بمونه. پس دست به